مرا خویی است که نخواهم که هیچ دلی از من آزرده شود. اینک جماعتی خود را در سماع بر من میزنند و بعضی یاران ایشان را منع میکنند. مرا آن خوش نمی آید و 100 بار گفتم برای من کسی را چیزی مگویید، من به آن راضیم. آخر من تا این حد دل دارم که این یاران که به نزد من می آیند از بیم آن که ملول نشوند شعری می گویم تا به آن مشغول شوند. وگرنه من از کجا، شعر از کجا؟ من کجا